با دست خود شوهر خود را از دست دادی، با دست خود شوهر خود را ترک کردی، چرا طلاهای خود را به این شوهرت دادی که الان تو را با اون زن ازدواج بکن. هر کسی که هست من راضی هستم به قضای پروردگار. 2 ماه از عروسی ما تیر شده، به جوان خوب گوش کن. مگر محمد مرا طلاق کرد، اون بی‌وفایی که من همه چیز برایش کردم. از مکل همون را دوست داری؟ گفت بله از تو هم کرده او را دوست داری. روز تماس میکشید، فقط میگفت که من رسیدم به اون دختر، با کنار اون دختر هستم. این خواهر خودش قصه میکنه من با مرد جوان ازدواج کردم که عزیزترین مرد در زندگی من بود، بهترین مرد دنیا بود، مرا دوست داشت، من دوستش داشتم، آنقدر به من عزیز بود که هیچ کسی به اندازه عزیز به پیش من عزیز نبود. 2 ماه از عروسی ما تیر شده بود، 2 ماه از عروسی ما تیر شده بود. جوان خوب گوش کن. امروز جوان را بار بار برش میگیم پابجی نزن، باز کار خود را میکنه. بار بار برش میگویی گناه نکن، باز از مسجد بیرون شد به گناه مصروف است. این جوان را ببین، این هم جوان است، اصحاب پیامبر نیست، انبیا نیستند، ولی بدون شک ولی از اولیای الهی است. میگوید 2 ماه از عروسی ما تیر شده بود، یک زندگی گرم داشتیم، زندگی با محبت داشتیم. این گونه نامه اعمال را پر کن عزیز من، این گونه نامه اعمال را پر کن. میگه خیلی زندگی خوبی داشتیم. میگه یک روز به من شوهرم گفت که همسرت من عاشق یک دختر دیگر شدم، عاشق یک دختر دیگر شدم، خیلی دوستش دارم، به من اجازه بده که من به نزد از او برم. میگه برش گفتم که از مکل همون را دوست داری؟ گفت بله از تو هم کرده او را دوست دارم. گفت چون 2 ماه با ما آنقدر محبت کرده بود، آنقدر صفا و صمیمیت داشت، آنقدر تقوا و پرهیزگاری مرد من داشت، من ترسیدم که مبادا اگر اجازه ندهم شوهر من زنا بکند. من گفتم شوهرم برو با اون زن ازدواج بکن، هر کسی که هست من راضی هستم به قضای پروردگار، برو ازدواج بکن، ولی نمیخوام زنا کنی. گفت پول ندارم، با چی ازدواج کنم؟ میگه اندیشیدم، گفتم شوهرم مقدار طلا دارم میارم به تو میدهم، این طلاها را بفروش، برو ازدواج بکن. این را خود اون خواهر قصه میکنه از زبان خودش. میگه گفت نه، روزهای خواهد آمد که به تو سخت میگذرد، این طلا شاید او روزها به تو کار بیاید. گفتم نه خیر، تو عزیزتر هستی به من، رضای تو رضای من است، خوشنودی تو خوشنودی من است، این طلاهای مرا بفروش، برو با اون زن ازدواج کن. میگه این طلاها را گرفت رفت فروخت، بعد اسباب خود را جمع کرد، با من خداحافظی کرد، گفت برمیگردم، حرکت کرد و رفت. میگه یک روز شد 10 روز شد 20 روز، تماس میکشید، فقط میگفت که من رسیدم به اون دختر، با کنار اون دختر هستم، برمیگردم یک روزی. میگه این 1 ماه شد 2 ماه شد، این فراق، این دوری شوهر آنقدر به من فشار آورد که شبها گریه میکردم، ولی هر وقتی که اون به من تماس میکشید، هر وقتی که به من تماس میکشید بسیار به سختی خود را شجاع میگرفتم که گریه مرا نداند، چون دوست داشتم، نمیخواستم غمگین شود. میگه 3 ماه شد، میگه یک بار پشیمانی به دلم پیدا شد که چی اشتباه کردی، تو با دست خود شوهر خود را از دست دادی، با دست خود شوهر خود را ترک کردی، چرا طلاهای خود را به این شوهرت دادی که الان تو را ترک کرد و رفت. میگه هر روز به من تماس میکشید، 5 روز بعد و 4 روز بعد، ولی من تمام روز و شبم به گریه سپری میشد، روز و شبم به گریه سپری میشد که چقدر این مرد من مرد بی‌وفایی بوده. میگه روزی از روزها بود که یک وقت زنگ به صدا در آمد، زنگ موبایل. میگه رفتم زنگ برداشتم که پدر و مادرم به من تماس کشیدن که دختر اسما برو تمام سامان و اسباب خانه را جمع بکن که میرویم، تمام اسباب و وسایل خانه را جمع بکن که میرویم. میگه من گفتم که مگر محمد مرا طلاق کرده است؟ نام شوهرش محمد است. محمد مرا طلاق کرده، گفت که اسباب خانه خود را جمع بکن که میرویم. تماس را قطع کرد. میگه یک تلاطم از امواج غم در درون من آمد، آنقدر غمگین شدم، آنقدر فریاد کشیدم، با چشم پر از اشک سامان خانه را جمع میکردم. ناگهان یادم آمد که به برادر شوهرم تماس بکشم. برش تماس کشیدم،
گفتم که برادر، پدر و مادرم به من تماس کشید، به من گفت که اسباب خانه را جمع بکن که میروی، مگر محمد مرا طلاق کرد، اون بیوفایی که من همه چیز برایش کردم. میگه برادر شوهرم به من گفت که اسباب خانه ات را جمع بکن، با مادر، پدر و مادر خود برو. میگه بعد از اینکه گفت و گریه کرد، تماس را قطع کرد. میگه آنقدر آتش در درون من شعله‌ور شد که نه زمین جای میداد نه آسمان. میگه در همین لحظه بود که من اسباب خانه را، وسایل خانه را جمع میکردم که دروازه حویلی زده شد، در را باز کردم، دیدم پدرم و مادرم. میگه گفتم مادر جان، دیدی داماد بی وفایت را؟ دیدی دامادی که من چقدر دوست داشتم، عزیزترین مرد دنیا به نزدم بود، آخر مرا طلاق کردیم بی وفا. میگه مادر مرا به آغوش کشید، گریه میکرد. پدرم دیدم که چشمانش پر از اشک است، گفتم که از طلاق دختر خود گریه میکنم. میگه پدرم گفت که دخترم بدگمان به شوهرت نشو، اون زن نگرفته، اون الان به آغوش ربش هست، اون شهید شده در راه الله. دخترم اون پول را برای ازدواج نگرفت، اون پول را برای اسباب جهاد در راه الله گرفته است. اون عاشق شهادت بود، نه عاشق دختر. اون عاشق حوران جنت بود، نه عاشق زنان دنیا. الان شوهرت به آغوش پروردگار رفته است، شوهرت شهید شده. میگه در این لحظه ای که این کلام از زبان پدرم کنده شد، میگه در میان خنده و گریه هر دو می جوشیدن که خوشا به حال من که من چنین شوهری داشتم که عاشق پروردگارش بود، عاشق عمل نیکش بود، عاشق ترازوی میزانش بود، عاشق دیدار ربش بود، عاشق محبوبش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که هر آن در آغوش خواسته اش رفت، در آغوش چیزی که عاشقش بود قرار گرفته است. عزیز من، جوانان این امت، جوانان امت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نامه نیک اعمالشان چی کاره که نکردن؟ اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم تا یک قطره خونی که داشتن میرزمیدن تا تاریخ خود را خراب نکنن، تا ترازوی میزان خود را سبک نکنن. الله میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی این دو تا آیه نازل میشه، ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه و محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر میشود، میگوید یا رسول الله، هر گناهی که ما کردیم روز قیامت به ما نشان داده میشود؟ میگوید بله، هر گناهی که شما کردین روز قیامت به شما نشان داده میشود. عرض میکند یا رسول الله، گناهان کبیره ما را هم نشان داده میشود؟ میگوید بله. باز عرض میکنند یا رسول الله، گناهان صغیره ما را هم نشان داده میشود؟ عرض میکند بله، اگر به اندازه مورچه بسیار ریز و کوچکی که درست به چشم دیده نمیشود، اگر شما عمل بد انجام بدهید روز قیامت میبینید او را. پیش از این آیه که نازل میشد، صحابه یک تا خرما را انفاق نمی‌کردن، یک توتنان خرد را انفاق نمی‌کردن. میگفتن این چیزی نیست که ما با این ثواب بگیریم. اگر یک سائل میآمد، یک فقیر میآمد، دست دراز میکرد که چیزی به من بده، و یک خرما را نمیدادن، یک توتنان را نمیدادن، یک توتنان جریم را نمیدادن. میگفتن این چیزی نیست، به پیش خدا شمار نمیشه، به این اجر نمیگیریم. وقتی این آیه نازل شد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر به اندازه ذره هم کار نیک بکنین شما روز قیامت، الله رب العزت و الجلال اون را به شما نشان میدهد. صحابه آنقدر تلاش میکردند به انجام کار نیک که کوچکترین کار از پیششان نمیماند.